میگویند زنی حامله‌دار را دعا خواندن ممکن است یا نه؟ التماس جواب دهید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بله، زن حامله‌دار را دعا خواندن، رقیه خواندن اجازت است. یعنی قرائت قرآن همیشه به فایده بنده است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. الله تعالی میگوید که ما این قرآن را نازل کردیم. قرآن شفا و رحمت برای مؤمنان است، یعنی برای عموم مؤمن ها. فرق بین حامله‌دار و غیر حامله‌دار نیست. فقط بهتر این که زن حامله‌دار باشد خود را رقیه خواند. سوره فاتحه، سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخواند و به آب صف کند خورد، یا به دستش صف کند به جایی که درد میکند، مثلا مالت، یا اینکه شوهرش یا برادرش یا پدرش یا فرزندش اگر قرائت کند خوب است. اما در حالت ضرورت یک قاری یا یک رقیه خوانی را آوردنی باشد یا همسر را به نزد او بردنی باشد، در این صورت یعنی ستر و حجاب محکم داشته باشد و یا از قفای پرده بشیند و همین گونه محرمش هم در نزدش حضور باشد. زن را تنها به نزد نه طبیب و نه رقیه خوان نفرستید. الله اعلم.